سرخط مهمترین خبرها: واکنش‌های جهانی به حمله ایران به اسرائیل، تغییرات به قانون به حزب‌های سیاسی تاجیکستان از حساب بودجه مبلغ می‌دهند و سوال از ساکنان در چنین شرایط راضی‌اید که به روسیه روید. درود بینندگان عزیز، هفته نوتان بخیر باشد. خوشحالم که باز هم با خبرهای تازه در خدمت شما هستم. امروز 15 اپریل سال 2024 است. واکنش‌های جهانی به حمله ایران به اسرائیل همچنان ادامه دارد. ایران شب 13 و 14 اپریل در یک حمله بی سابقه به اسرائیل زیاد از 300 موشک کروز، موشک‌های زمین به زمین و هواپیماهای بی سرنشین یا درون سر داد. اسرائیل و کشورهای همپیمانش از جمله آمریکا، بریتانیا و فرانسه گفتند 99% موشک‌های ایران را در نیمه راه از بین بردند. ارتش ایران برعکس ادعا کرد که همه ضربه‌هایش به هدف رسیدند. وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد که حمله‌های موشکی ایران باعث زخمی شدن یک دختر 7 ساله عرب شهروند اسرائیل و آسیب جزئی دیدن پایگاه نیوتیم در جنوب این کشور شد. حمله ایران در پاسخ به حمله به کنسولگریش در شهر دمشق بود که 2 هفته پیش رخ داد. بعد حمله ایران به اسرائیل تنش در خاورمیانه بالا رفت و این کار واکنش‌های زیاد را در پی داشت. در آخرین واکنش رهبران 7 کشور دموکراتی جهان یا G7 حمله ایران را محکوم کردند. آمریکا، بریتانیا، فرانسه، کانادا، ایتالیا، آلمان و ژاپن عمل تهران را یک قدم برای بی‌ثبات‌تر کردن منطقه نامیدند. روسیه و چین، دو شریک نزدیک تهران، در جلسه فوری شورای امنیت عمل ایران را محکوم نکردند و آن را تلافی جویانه خواندند. عربستان سعودی، کشور مهم دیگر در منطقه، بدون محکوم کردن یگان طرف از جانب‌ها خواست برای کاهش تنش تلاش کنند و اما این تنش‌ها همچنان بالا است. کابینه جنگی اسرائیل شام یکشنبه موضوع پاسخ به حمله ایران را بررسی کرد، ولی CNBC فعلا میگوید که تصمیم نهایی گرفتن نشده است. ایالات متحده آمریکا، متحد اساسی اسرائیل، از تل‌آویو خواسته است برای کاهش تنش‌ها در منطقه تلاش نماید. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، 14 اپریل در آغاز جلسه فوری شورای امنیت هشدار داد که خاورمیانه به خطر واقعی جنگ روبرو است. گوترش گفت اکنون وقت کاهش تنش، قطع درگیری و خشتنداری حد اکثری است. دبیر کل سازمان ملل با محکوم کردن حمله ایران به اسرائیل افزود باید از هر اقدامی که میتواند باعث شدت گرفتن جنگ در خاورمیانه شود خودداری کرد. در پی بالا رفتن تنش میان ایران و اسرائیل، شرکت‌های هواپیمای جهان از جمله لوفت‌هانزا و ترکیش پروازهای خود را موقتاً به ایران قطع کردند و از فضای این کشور هم نمی‌گذرند. اکثر پروازها از داخل ایران هم به خارج موقتاً بیکار شده است. از جمله پرواز تهران دوشنبه که قرار بود 14 اپریل انجام شود بیکار شد. و اکنون برمیگردیم به خبرهای تاجیکستان. مجلس نمایندگان پلاتای پایانی پارلمانی تاجیکستان علاوه‌ها به قانون درباره حزب‌های سیاسی را تصویب کرد که بر اساس آن من بعد از بودجه کشور برای حزب‌ها مبلغ جدا کرده می شود. مظفر اشوریان، وزیر عدلیه، 11 اپریل در نزد وکیلان گفت حزب‌های سیاسی که در انتخابات نه کم از 5% آوازها را صاحب می شوند، یک مرتبه از بودجه کشور مبلغ می گیرند. حجم این مبلغ به گفته وزیر 7% نشان دهنده برای حساب‌ها ضرب به شماره آوازهای گرفته حزب‌های سیاسی عمل می شود. متن قانون تا حال رسما نشر نشده است، اما از حرف‌های وزیر عدلیه این نکته معلوم است که تنها حزب‌های از بودجه کشور مبلغ می گیرند که اگر وارد پارلمان شوند. بخش اساسی کرسی‌های پارلمان در اختیار حزب خلق دموکراتی و 5 حزب نزدیک به حکومت است. یگانه حزب مخالف رسمی در کشور، حزب سوسیال دموکرات، هیچگاه به پارلمان راه نیافته است و رهبرانش بارها از تقلب در انتخابات گفتند. حزب سوسیال دموکرات نیز بعد عوض شدن رهبرش در سال 2021 به خاموشی رفته است و دیگر هیچ اظهارات بیانیه نشر نمی کند. رهبران حزب سوسیالیستی و اگرری، دو حزب طرفدار حکومت، روز 11 اپریل در مجلس نمایندگان از تصمیم حکومت برای جدا کردن مبلغ از بودجه برای حزب‌ها طرفداری کردند. مسئله مبلغ گذاری کردن احزاب سیاسی از حساب بودجه سالها قبل صدا داده بود. سازمان همکاری‌های اقتصادی و رشد سال 2014 به حکومت تاجیکستان توصیه داده بود که از حساب بودجه فعالیت حزب‌های سیاسی را مبلغ گذاری کند و به تامین مالی احزاب از سوی منابع مشکوک راه ندهد. حمله به مجمع کراکوس در مسکو که شهروندان تاجیکستان با گمان دست داشتن در آن بازداشت شدند، نگرانی‌ها را در میان مهاجران زیاد کرده است. گروه از آنها فعلا از سفر به روسیه خودداری کرده، دیگری ها در دوراها ماندند. رادیوی آزادی از ساکنان شهر باختر پرسید که در چنین شرایط رفتن مهاجران تاجیکستانی به روسیه خوب است یا فعلا باید منتظر بود. پاسخ ساکنان را با هم ببینیم. اینجا روز نمیتونن دیگه برسیم.
همین ده توجیک است توجیک همه و بعد خیال میرن که همه چی همه ملت توجیک شدن تروریستان اینطوری هیچی فقط حضورش میگه تینجا میگه رفتنی هم میگه اروپا میریم خیلی چی نمایی جمعیدم چی که فرست ندارم ما چی گفتم میتونم خیلی همه ده خیلی شد خیلی شرایط زن گودک داره و کانتر خینه هم راستی رفته که کار کردی راستی داره نکیوز قین شد واسه امو میگن امو تروریستا کارش نکردن بعد هم بیچاره واسه بیچاره رقم دویسن خاک چیکار میکنه و یا خیلی به داکیومنتن و یا داره ورد میکنن ای کار یا خیلی داکیومنت دارن همون هم غم میتن ما هیچ گفتن نمیتونم ایجاد پالیتیکا دارمش بهتر میشه که در آلمان در دیگر جا رفته کار کنند برای که در روسیه دیگر کار کردن نشده است بچهای مجرا هم دادن ما فکر میکنم که آلمان روان خوبتر است بچهای تقایمشون مثلا این برادرای کسایی که در روسیه کار میکنن میگن که وضعیت خیلی بده است خوبتر از اروپا است که دیگر برادرها در اونجا در کارهای خیلی فضای سیمی میگن هم خیلی در کار میکنن میشنم که چقدر اولیکای خوب میگیرن ما فکر میکنم جا روان واسه دو رفتم ما عموما معقول نشید نسبت یعنی توجیکا در به همین سببای چی هم که نو روز داد به همین توجیکا رو که حرمت ساز نمیکنن بیان در وطن خودم کار کنن دپروس کردن میگیرن خیلی در دولت چون کار پیدا کنن فعالیت کنن زبان اونزان خیلی با دولت‌های دیگر دارن فرزندان سالم باشه خیلی عمر دراز باشه که جدا خداوند نگهبان باشه خیلی ما چی گفتنیم ما میخوایم که همین وطن من تیز باشه فرزندان سالم باشه همین آرزو داریم که بچه‌های من مهاجر باشه خداوند نگهبان باشه سلامتیشون رو اختیار کنن اگر امکانیت چی باشه همین جا هم جای کار خوب بینم همین مهاجرای ما در این روسیه شهر مثلا غریب هم کار کردیستن هم جا استرویکا همین کار ساخت کنم و درجه اولی پیش رفتیستم میتونم همینجا کار کنم اینجا هم جای کار خوب هست مثلا جای کار ساز معاش خوب شرایط شما خیلی نصیحت میکنه که خیلی نقص کار کنه نقص کنه بعد نره دو بچه دارم یک تاش پیچیده خیلی شد 10 سال 12 سال شد رفته میشن در وطن خودشون کار کنن این برای بهبودی خودشونه من همه قوای میکنم هویت مهاجران خود خیلی با گفتی و کسان که خیلی بهبودی شده است خیلی بهبودی شده است ما از هم کارتون میپرسیم من فرزندان ما هم در همون حدود روسیه کار کرده شدن هر شب در تماس هم خودشون کار کردشان یکون وای مشکلی ندارن روزی همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. مقامات ولایت کرگان در جنوب اورال روسیه از ساکنان ناحیه‌هایی که خف زیر آب سیل ماندنشان است دعوت کردند هر چه زود به جای امن و بی خطر بکوچند. حاکم ولایت کرگان وادیم شومکوف روز 14 اپریل در تلگرام نوشت سرعت بالاروی سطح آب در دریای تابال تا رفت می‌افزاید و هشدار داد است که انتقال نیروی برق و گاز طبیعی می‌تواند به زودی بس شود. نشریه روسیه کامرسان نوشت که 62 محله با تقریبا 19,000 اهالی در منطقه زیر خطر هستند. بیش از یک هفته باز مردم زیادی در قزاقستان و روسیه جبری آبخیزی‌های را می‌کشند که از سومین رودخانه دراز اروپا سر زد. رودخانه اورال که از ساحل‌هایش بیرون شد و تاکنون قسمی از شهرهای ارنبورگ روسیه را زیر آب گذاشته، ده‌ها هزار کس را به ترک خانه‌هایشان مجبور کرد. با گفته مقامات قزاقستان بیشتر از 12,000 خانه و زیاد از 17,000 قطعه زمین زیر آب ماندند. در
10 ولایت این کشور وضع فوق‌العاده اعلان شده است. بخش یک روز تاریخ را همکارم خیرامان بقازاده تقدیمتان می‌کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 15 اپریل را فرا می‌گیرد. اپریل سال 1928 حکومت اتحاد شوروی قرار قبول کرد که بر اساس آن خط عربی تاجیکی به لاتینی تبدیل شد و تا سال 1940 متن و کتاب و نشریه و مطبوعات تاجیکستان با همین خط نشر میشد. بعد سال 1940 در نتیجه یک تغییرات بنیادی دیگر جمهوری های آسیای مرکزی خط خود را به کریلی تبدیل کردند که تا امروز عمل میکند. دعوت و تلاش ها برای بازگردانی خط فارسی عربی چون میراث ادبی و علمی تاجیک پیوسته رد شده است. 15 اپریل سال 2011 در پی عملیات نظامی که 7 ماه ادامه کرد، یکی از فرماندهان سرکش و خودسری گروه نظامی ملا عبدالله یا عبدالله رحیموف کشته شد. این عملیات بعد از حمله به کاروان وزارت دفاع تاجیکستان در ماه سپتامبر سال 2010 و کشته شدن 25 سرباز در دره کمراب آغاز یافت. مقامات تاجیکستان مسئولیت حمله کمراب را به دوش ملا عبدالله و علی بیدکی از فرماندهان سابق مخالفان واگذار نمودند. عبدالله رحیموف سال 1997 شرایط سازشنامه صلح میان دولت و مخالفان را نپذیرفت و به افغانستان و پاکستان پناهنده شد. 15 اپریل سال 1878 نویسنده و عالم بزرگ نخستین پرزیدنت اکادمی علم‌های تاجیکستان بنیادگذاری ادبیات شوروی تاجیک صدرالدین عینی تولد شده است. صدرالدین عینی برای اصلاحات خواهی و شرکتش در جنبش جدیدان در عهد امیر بخارا 75 ضربه چوب خورد و زندانی گشت. او یکی از شاهدان و نویسندگان قوی تاریخ خلق تاجیک و مؤلف ده‌ها اثرهای علمی و بدیعی درباره امارت بخارا میباشد. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل به 116 سومانی برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد تا 1090 سومانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، به پایان برنامه نوید بامداد رسیدیم. خبر و گزارش‌های از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی.org و صفحه ما در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید. تا فردا، خدا نگهدار.